سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. علیرضا هستم با اولین ویدیوی آموزشیم که حالا مبحث فوق‌العاده ساده‌ایه، ولی خب خیلی از دوستان سوال داشتن که چطوری ما میتونیم این کارو خودمون انجام بدیم. امروز میخوام در رابطه با کانفیگ مودم های خونگی یا به اصطلاح مودم های ADSL باهاتون صحبت کنم و اول یه توضیح من بدم راجع به این که اصلا چند اینترنت داریم و به چه صورت، بعد میریم سر آموزش. توی حالا اینترنت های خونگی اگه میخوایم در نظر بگیریم که بر بستر خطه، ما دو نوع خط داریم، خطای کابل مسی داریم و خطای فیبر نوری. اکثرا خطایی که حالا توی تهران و جاهای دیگه ایران هستن اکثرا کابل مسیه، دلال قدیمی بودن کابل مسیه، ولی خب هستن جاهایی که الان پروژه فیبر نوری رو دارن راه اندازی میکنن و حتی داخل همین تهران هم بسترسازیش برای جاهای خاص انجام شده و حالا میتونید درخواست بدید که کابل مسیتون رو به فیبر نوری تغییر بده، همون خط تلفنی که دارید رو. خب این سری مزایا و معایب داره که حالا مزیت مهمی که فیبر نوری نسبت به کابل مسی داره سرعتشه، سرعت بالایی که حالا نسبت به کابل مسی میتونه به مورد خیلی بالاتره. حالا اون دیگه بماند خود مشترکین تصمیم میگیرن که از کدوم نوع اینترنت بخوان استفاده کنن. ما اگه بر بستر کابل مسی بخوایم در نظر بگیریم دو نوع اینترنت داریم که به اصطلاح اولیشو میگن اینترنت ADSL یا ADSL2 پلاس که مودماش دقیقا همچین مودمایی هست. بر بستر خط اینجاش اگه بخوایم ببینیم پورتایی که داره، پورت اول پورت خط میخوره، سوکت خطمون میخوره و 4 تا خروجی لن میده. حالا جلوتر مفصل صحبت میکنیم راجعش. یه مدل دیگه که داریم باز بر بستر کابل مسی VDSL، اونم باز به نسبت ADSL2 پلاس سرعت بالاتری داره. مورد سوم بر بستر فیبر نوریه که الان مخابرات داره بیشتر ارائه میده و اسم اختصاصی هم که الان براش گذاشته FTTH و خب اون به طب سرعت خیلی بالاتری داره. و یه مدل دیگه هم هست که حالا به صورت مودم‌های ایرانسل و همراه اوله که خط میخوره توش، سیم کارت ایرانسل و همراه اول میزنن توش، به این میگن مودم‌های TD-LTE. حالا باید ما کاری نداریم، مثلا بستر خط نیست. توی مورد اول و دوم یعنی مودم‌های ADSL و VDSL، ببین این مودمی که دست منه صرفاً فقط ADSL2 پلاس رو ساپورت میکنه، ولی هستن مودمایی مثل مودم‌های تیپی لینک بعضی از مدل‌هاش که هم ADSL2 پلاس هم VDSL رو ساپورت میکنه. تنظیماتش هیچ فرقی نداره، دقیقاً این همه. صرفاً ممکنه دی لینک مثلا منوی دیگه‌ای داشته باشه، تیپی لینک منوش فرق بکنه، آیتماش فرق کنه، مگر اسمش همونه، هیچ تنظیمات دیگه‌ای نداره. ما راجع به تنظیمات ADSL و VDSL امروز می‌خوایم صحبت کنیم. FTTH رو خود مخابرات به صورت انحصاری خودش باید تنظیماتش انجام بده و دست کاربر نیست. تنظیمات حالا مودم‌های خونگی مثلا ADSL VDSL هم که شرکت‌های مثل مخابرات و شرکت خصوصی خودشون انجام میدن و یه هزینه میگیرن، ایاب ذهاب میگیرن، میان انجام میدن، ولی امروز ما می‌خوایم یاد بگیریم خودمون انجام بدیم. خب چیزی که لازم داریم، من اینجا 3 تا براتون مودم آوردم، مودم‌های ADSL، یه دونم اینه و یه دونم اینه. زاکسل هست، آیپی لینک هست و دی لینک. حالا هیچ فرقی نداره، من ستاشو کار کردم، داشتم و هم تو آموزش استفاده بکنم. همه این مودم ها یه تعداد پورت دارن داخلشون. پورت اول که زده DSL، پورت اون سوکتی هست که از سمت خط وارد میشه و داخل این میزنه. البته بعضیا میخوان از اون خطه خب تلفنم استفاده بکنن، رو خطشون تلفنم باشه. یه دستگاه هست به نام اسپلیتر، از این دستگاه استفاده میکنن. یه ورودی داره و 2 تا خروجی. ورودی اول که خطمون میخوره، یعنی از حالا دیوار از هر جایی که ما خطمون در میاد داخل ورودی میخوره. خروجیش یه قسمت فون داره و یه قسمت مودم. فونش رو به قسمت پشت تلفنمون میزنیم و مودم هم که میاد دوباره تو همین DSL اینجا میخوره. ما اینو که بس کردیم، برای کانفیگش، برای تنظیمش برای بار اول
فقط لازم داریم یه سیستم داشته باشیم. حالا لپتاپ پی سی اینش مهم نیست، یه سیستم داشته باشیم فقط که بتونیم به تنظیمات این دسترسی داشته باشیم و یه کابل شبکه. برای بار اول لازم که این کابل شبکه توی قسمت لن مودم میخوره و قسمت لن سیستم، حالا اگه پی سی باشه که حالا پشت کیس میخوره و لپتاپ هم که بغل لپتاپ میخوره. ما اینو متصل میکنیم و تنظیمات رو حالا من توی سیستم بهتون مفصل نشون میدم. اینا رو هم که بهتون نشون دادم، هیچ تنظیمات خاصی نداره روش، فقط اینکه تفاوتایی که داره، این 4 پورته، یعنی ما 4 تا سیستم میتونیم بهش وصل کنیم و این تک پورته، هیچ فرق دیگه ای نداره. سه تایشون هم وایرلس دارن، تنظیمات وایرلس هم باز با هم میبینیم. فقط نکته‌ای که هست، ممکنه شما مودم رو اگر که نو خریده باشید، یعنی آکمند باشه، خب صفر مودم و نمیخواد این کار رو انجام بدید. اما اگه مثلا من قبلا رو اینا تنظیمات دارید، بعد اینا رو به اصطلاح ریست فکتوری بکنید. ما دو حالت داریم برای ریست فکتوری. کنار همه مودم‌ها یه حالت دکمه ریست هست که با سوزن میتونیم ریستش بکنیم. اینجا داخل اینجا این هستش، برای این یکی مودم اینجا هستش که حالا ریست هم بغلش نوشته، ممکنه واضح نباشه توی ویدیو، و برای این مودم هم اینجا هستش. این کار رو ما میتونیم داخل سیستم هم انجام بدیم، هیچ لزومی نداره، ولی خب اینم دکمه‌ای هست که گذاشتم. حالا ما سینکشش رو انجام میدیم. من حالا زاکسل انجام میدم، هیچ فرقی هم نداره، میتونیم موبایل رو انجام بدیم. یه سوکت آداپتورش میخوره و شبکه‌مون رو ما وصل میکنیم. حالا من چون دارم برای آموزش میگیرم، خطی ندارم که بزنم داخلش و حالا تست واقعی بخوام انجام بدم، ولی آموزش همینه. اگر که شما اینترنت الان دارید و میخواین تنظیمات مودم انجام بدید، مرحله به مرحله من برید تنظیماتو، با شما اوکی میشه، هیچ مشکلی هم براتون به وجود نمیاد. با هم بریم توی لپتاپ ادامه آموزش رو ببینیم. خب دوستان، یه نکته‌ای که حالا فراموش کردم بهتون بگم، گفتم قبلش بهتون بگم، اینه که ما برای اینکه اصلا بریم تو تنظیمات لازمه بریم توی مرورگرمون. حالا من از کروم استفاده میکنم، فایرفاکس و چیزای دیگه میتونید استفاده کنید. و پشت همه مودم‌ها یه حالت لیبل مانندی هست. قسمت IP تنظیمات مودم رو ما میتونیم با اینجا تغییر بدیم که حالا من عکسش رو میذارم داخل سیستم، خیلی قشنگ ببینید. برای این مودم IP رو که نوشته 192.168.1.1 این IP هست که ما میتونیم به تنظیمات مودم دسترسی داشته باشیم. جلوش یه یوزرنیم و پسورد داره که برای مودم ها معمولا ادمینه، ولی خب ممکنه مودم های دیگه تنظیماتش فرق بکنه، یوزرنیم و پسورد متفاوتی داشته باشه. پس باید به لیبل پشت مودمتون دقت بکنید و ببینید به چه صورته. من حالا عکس مودم خودم رو میذارم داخل سیستم در کنار تنظیمات که با هم ببینید چطوری. دوستان بریم برای کانفیگ و تنظیمات مودم. گفتم عکس حالا لیبل پشت مودم رو من براتون نشون میدم، اینجاست. این پشت مودمم نوشته که IP گتوی من 192.168.1.1 و یوزرنیم و پسوردم هم که ادمین گذاشته. حالا ممکنه هر مودمی این تنظیمات رو نذاشته باشه. خب یعنی به ما نگه IP گتویمون چیه، ما باید چیکار کنیم؟ ما از یه طریق دیگه هم میتونیم متوجه بشیم. میایم داخل ویندوز، دستور CMD رو که باز کردیم، دستور IP کانفیگ رو ما میدیم. خب وقتی دستور IP کانفیگ رو میدیم، ببینید الان من روی این یه دونه کابل شبکه دارم، کارت شبکه دارم و یه دونه وایرلس دارم. با وایرلسی که من کاری ندارم فعلا. روی کارت شبکه من نوشته که IP این دستگاه 117 و IP گتوی منم اینجا نوشته.
ما از این طریق هم میتونیم بفهمیم مودممون آی پی گتویش چند. خب اینجا هم همونه. میایم از طریق مرورگری، حالا کاری نداریم، من از مرورگر کروم استفاده میکنم، وارد میشیم و همون آی پی گتوی که اونجا داشتیم رو میزنیم 192.168.1.1. خب گفتم به صورت پیش‌فرض پسوردتون، یوزر پسوردتون ادمینه. حالا ممکن فرق بکنه ولی قطعاً بهتون توی کاتالوگی چیزی میگن. من اینجا ادمین رو وارد میکنم، انتر. خب ببینید حالا من اینجا براتون یه شو بزنم که پسوردم ادمین بود. یه پنل کاربری براتون باز میشه. حالا سمت چپتون منوهای مختلفی دارید، ولی برای اتصال به اینترنت صرفاً میگم تنظیمات بیشتری ما میتونیم روی مودم بزنیم، ولی الان فعلا میخوایم دسترسی به اینترنت رو پیدا کنیم. یه قسمت ویزارد داره هر مودمی که حالا برای مودم زاکسل قسمت ویزاردش این قسمته. ما با قسمت ویزارد شروع میکنیم. خب من یه نکته که الان یادم رفت، من روی این مودم تنظیمات داشتم قبلا. خب الان اول من بیام تنظیماتشو پاک کنم، به اصطلاح ریست فکتوری بکنم. گفتم یا از طریق دکمه‌ای که روی خود مودمه با سوزن باید این کار رو انجام بدید که حدودا نگه می‌دارید 5 ثانیه و ریست میشه، یا از طریق تنظیمات قسمت تولز داره، قسمت کانفیگوریشن، قسمت آخر نوشته reset to factory default setting که اینجا میگه آیا تو مطمئنی من میخوام دستورات و تنظیمات و همه رو به حالت پیش‌فرض برگردونم، که من اینجا ریست رو میزنم، تایید بهش میدم و منتظر میمونم. میگه که الان روتر back to factory default، یعنی داره به تنظیمات کارخونه برمیگرده. بودم فکر میکنم 15 الی 20 ثانیه زمان ببره این فرایند که ما وای میسیم کارش انجام بده. حالا تو این فرایند که داره انجام میشه ممکنه چراغ‌های مودمتون قرمز بشه، چند ثانیه هم قرمز بمونه، بعد سبز بشه. هیچ مشکلی نیست، نگران نباشید. من بیام الان تست کنم ببینم تنظیمات انجام داده یا نه. خب همچنان داره میچرخه، یعنی اوکی نشده. مجدد F5 رو من میزنم. گاهن تا 1 دقیقه ممکنه طول بکشه این عمل ریست فکتوری. دوباره خب الان تنظیمات رو برای من ریست کرد. من با همون پسورد ادمین وارد میشم. منویی که دارم الان اینجا ریست شده همه تنظیماتم. وارد قسمت ویزارد میشم، میگه که میخوای اینترنت و وایرلس تو ستاپ کنی، میگم بله. وارد میشم. اینجا قسمت مود داره که این مودتون حالت روتینگ و بریج داره، بعد تو قسمت روتینگ شما بذارید. این قسمت حالا توی تنظیمات اینترنت ایران همین PPPoE باید باشه، دست نمیزنیم بهش، حالت پیش‌فرضش. اینجا هم حالت VC و LLC داره که ما رو همون LLC میذاریم. این پارامترهای VPI و VCI توی اکثر ارائه دهنده اینترنت که من باشون کار کردم همین 0.35، یعنی من غیر از این تا به حال ندیدم. پارامتر VPI رو 0 میذاریم و VCI رو 35. توی اینجا ازتون یه یوزرنیم، پسورد و سرویس نیم میخواد که دقت کنید بالاشون نوشته ISP بهتون داده، اون شرکت ارائه دهنده اینترنت بهتون داده. منظور چیه؟ ببینید شما زمانی که من بهتون گفتم اینترنت رو خریداری میکنید، وقتی که اوکی بشه اینا میگه سرویستون آماده تحویله و یه همچین حالا پیامکی براتون میاد، مشترک گرامی شماره‌تون رو میزنه، سرویس شما آماده است، نام کاربریتون، رمز عبور، جهت تنظیمات مودم. حالا این چیزی که من دارم برای مخابراته. نام کاربری تو قسمت یوزرنیمی که الان اونجا بودیم می‌نویسیم، رمز عبور را هم همینطور. اینو دیگه دیدیم به چه صورت دیگه. شما یه پیامکی باید شبیه به این داشته باشید، فقط ببینید که با پنل کاربریتون یه وقت اشتباه نکنید. من چون گفتم دسترسی به خط ندارم و صرفا دارم تست میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 میذارم. اینجا هم همینطور. سرویس نیم هم که حالا اگر که از هر شرکتی بگید زیاد مهم نیست، این تو تنظیماتتون چیزی نداره، فقط اسمشو میزنیم.
و پایینتر به ما میگه میخوای تنظیمات وایرلس هم براتون انجام بدم، میگیم بله، روی یس میزنیم و اپلای میکنیم. خب این قسمت به ما میگه که اکتیو باشه وایرلست، میگیم بله، وای فای میخوام اکتیو باشه. چه اسمی برات بذارم، یعنی به حالا نرم افزارهای مختلف من به سیستم‌های مختلف چه اسمی رو من نمایان کنم، چه اسمی نشون بدم. من میذارم علیرضا، دوست دارم مثل وایفای علیرضا باشه. کانالش رو به صورت اتوماتیک بذارید خودش تنظیم کنه و حالت امنیتی که پسورد میخوایم روش بذاریم WPA2PSK بهترین نوع حالا رمزنگاریه، ما رو همین میذاریم و نکست. اینجا از ما یه پسورد میخواد که من میذارم 1 2 3 4 5 6 7 8. پسورد وای فایمون که حالا دستگاه‌های دیگه مثل موبایل، مثل لپتاپ و هر دستگاه دیگه میخوایم بهش وصل بشن، این پسورد رو بعد اینجا بزنیم. به ما میگه که تنظیمات رو انجام دادم، شما اپلای بزن که دیگه نهایی بشه. ما میزنیم. خب میگه من کانفیگار رو انجام دادم، شهر کلی کانفیگار به ما نشون میده و من میگم اوکی فینیشد. ما کارمون تموم شده الان. اگر که شما مراحل رو به صورت قدم به قدم درست انجام داده باشین و اون قسمت یوزرنیم پسوردتون هم درست زده باشید، ارتباطتون با اینترنت با دنیای بیرون باید برقرار بشه. حالا میمونه یه سری تنظیمات امنیتی هست که ما باید اینو انجام بدیم. یعنی عمده هک هایی که انجام میدن و اتصال پیدا میکنن به مودمتون اکثرا چیزی به نام WPS. ما تو قسمت نتورک لن وایرلس لن قسمت داره به نام WPS. WPS خب یه آپشن به حساب میاد، ولی خب یک طرفی هم بخوایم در نظر بگیریم یه جوری راه هک هم هست برای حالا افرادی که از این طریق بس میشن و حجمتون حالا استفاده میکنن. ما میایم این WPS رو آف میکنیم که دیگه حالت نفوذناپذیری سیستم رو یه جوری کمتر بکنیم. اپلای میکنیم و حالا این پایینم به اون پیغام میده که خب اوکی این تنظیمات رو من انجام دادم. ببینید برای دیگه تنظیمات خاص دیگه وجود نداره برای ارتباط به اینترنت. ما تنظیمات و کانفیگو انجام دادیم. خیلی کارهای دیگه میتونیم با این مودم ما بکنیم. حالا حالت نت داره اینجا که حالا توی ویدیوهای بعدی پورت فورواردینگ داره، راجعش صحبت میکنیم. خیلی آیتم جذابیه. ولی خب الان میگم ما الان تونستیم مودممون رو کانفیگ کنیم، به اینترنت وصلش کنیم و دستگاهمون هم میتونیم به لنش وصل کنیم یا از طریق وایرلس که بتونیم از اینترنت استفاده کنیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.